بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه اخلاق دو بخش اصلی داره: اخلاق هنجاری و فرا اخلاق یا اخلاق تحلیلی. در مجموعه اخلاق این رو به خاطر داشته باشیم که ما تو حوزه علوم دستوری یا هنجاری یا نورماتیو هستیم، برخلاف علومی که توصیفگرند. توصیفی ها رو دسکریپتیو میگویند، در برابر توصیعی ها که پریسکریپتیو میگویند، یعنی توصیه گر هستند. اخلاقیات توصیه گرند. علوم توصیفی مثل علم تاریخ، مثل علم فیزیک، شیمی، زیست شناسی و علوم تجربی دیگر، اینا توصیف میکنن یه واقعیاتی رو. یک نکته هم تذکر بدم: در اخلاق ما چیزی به نام اخلاق توصیفی هم داریم که این در واقع در ذیل یکی از شاخه‌های علوم دیگر تجربی یا نقلی قرار میگیرن. مثلا وقتی که به ما بگویند فلان قوم یا قبیله چنین خلقیاتی دارند برای ما توصیف میکنن. حالا گاه با روش مردم شناسی رفتن، از نزدیک دیدن، مطالعه کردن اون قوم و قبیله رو، بعد توصیف میکنن، میگوین خلقیاتشون این گونه است. این روش مردم شناسی است. گاهی از روی مطالعات تاریخی بیان میکنن این رو، به روش تاریخی توصیف میکنن، توصیف تاریخی است. گاهی هم به شیوه های دیگری تجربی ممکنه توصیف کنند، توی ذیل یکی از اون شاخه های علوم تجربی مثل علوم اجتماعی و ماننده اینها قرار بگیره. پس توصیف های اخلاقی رو جدا کنیم، اصلا محل بحث ما نیستن. ما درباره توصیه ها و در واقع علوم دستوری که در حوزه اخلاق هستند داریم صحبت میکنیم. فلسفه اخلاق که به بحث‌های بنیادین این گونه علوم میپردازه دو دسته کلی داره: یکی اخلاق هنجاری، یکی هم اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق. خب میخوایم ببینیم که در اخلاق هنجاری چه بحث‌هایی وجود داره. اولین نکته این است که دو دسته مفاهیم کلان در اخلاق هنجاری مورد بحث و بررسی قرار میگیرند: یک، ارزش‌های اخلاقی و دو، الزامات اخلاقی. این دو دسته کلان هستند. ارزش‌های اخلاقی شامل خوبها، بدها، ارزنده ها و بی ارزش ها و امثال ذالک می شوند. مثلا میگوییم چه اموری خوبند، چه کارهایی بدند، چه رفتارها، چه ملکاتی شایسته نیستند، چه کدومها شایسته هستند. اغراض، نیتهای خوب کدومند، نیتهای بد کدومند، اهداف خوب کدومند، اهداف بد کدومند، کدوم معرفت خوبه که کسبش کنیم به لحاظ اخلاقی، کدوم معرفت بده به لحاظ اخلاقی که کسب شود. ببینید بحث میرود روی کسب معرفت، یعنی فعل ارادی ما. خود دانش رو کار نداریم که خوب و بد اخلاقیش کنیم، اونا مستقیم خوب و بد اخلاقی نمیشوند. اون چی که خوب و بد اخلاقی میشه اون چیزیست که به رفتار اختیاری ما بستگی داشته باشه. ما در رفتار اختیاریمون میرویم یک دانشی رو میخونیم که به زیان بشریته، یا برای خودمون زیان باره یا برای دیگران زیان باره. این مجاز نیست به لحاظ اخلاقی. ولی از اون طرف گاهی دانش‌هایی رو مطالعه میکنیم و میآموزیم و میآموزانیم که به نفع بشریتن و اینها مفیدن برای حال بشر. پس به لحاظ اخلاقی اون دانش‌ها هم آموختنشون هم آموزش دادنشون خوب است، هم تحقیقش خوبه، هم ترویجش خوبه، هم توسعه اونها خوب هست. خب پس یک دسته خوبها و ارزش‌ها هستن. اینها توی اخلاق هنجاری مورد بحث قرار میگیرن. و دسته دومم الزاماتن که چه الزاماتی داریم در اخلاق هنجاری.
یعنی کدام کارها واجبن انجام بگیرن، کدام ها رو بایسته است که انجام بدهیم، کدام رو نباید انجام بدیم، کدام کارها ممنوعن به لحاظ اخلاقی. این ممنوعیت ها و بایستگی ها، این دو طرف کار همه در اخلاق هنجاری بحث می شوند. پس این تا حالا دو دسته از بحث های اخلاق هنجاری رو اشاره کردیم: بحث از ارزش ها و بحث از بایستگی ها و الزامات اخلاقی. اینجا ثواب و خطا و وظیفه و اینکه الزام است الزام نیست، اینها همه اینجاها بحث می شود. چه کاری الزامی، چه کاری الزامی نیست. بعد بحث مهم دیگری مطرح میشه: رابطه این الزامات و اون ارزش ها و اینکه کدوم یک از اینها اصلند، کدومشون فرعند. آیا هر دو اصلند یا یکی اصله یکی فرعه؟ اینجا نظریه های مختلف مطرح شده. بعضی ها به سمت وظیفه گرایی رفتن، یعنی اصل در اخلاقیات رو الزامات گذاشتن، گفتن ما در اخلاق باید ببینیم تکلیفمون چیه، وظیفمون چیه. حالا بعضی ها به شکل عقلی این رو گفتن، بعضی ها به شکل دینی و نقلی از دین این رو یاد گرفتن. فکر میکنن که دین فقط آمده است یک سلسله تکالیفی رو برای بشر بیاورد و الزاماتی رو بیاورد و یا چیزهای رو منع کنه. بعد خوبی و بدی به واسطه انجام این کارهای الزامی پدید می آیند. نظر اینها رو دارم عرض می کنم. من خودم این رو قبول ندارم، فقط دارم نقل می کنم. عده‌ای این چنین فکر می کنن و همینطور بعضن فکر می کنن که نه این چنین نیست. در طرف مقابل نه، دین این چنین است که فقط الزامات رو اصل کنه و بگوید بعد امور واقعی به تبع الزامات شکل میگیرند، و نه، عقل این چنین میگوید. عقل هم اگر جای الزام میکنه به تبع اون مصلحتی است که در او کار وجود داره. به خاطر اون مصلحتش یک کار رو الزامی کرده، به خاطر فایده اش اون کار رو الزامی کرده، به خاطر غرضهایی که ما نسبت به اونها داریم، نیاتی که داریم، برامون مطلوبیتی داشته باشه، اون کار الزامی میشه یا غیر الزامی میشه. نه همینطوری ابتداعاً بی جهت بدون هیچ گونه فایده یا بدون هیچ گونه مصلحتی بخواهد الزامی شود. من اشاره کنم به دو نگاه، یک کمی بحث اصطلاحی میشه ولی این مطلب رو یه مقدار روشن میکنه. در تاریخ فرهنگ اسلامی، در کلام اسلامی، دو دسته بزرگ متکلمان پدید آمدن: متکلمان اشعری مسلک و متکلمان عدلیه. عدلیه خودشون هم معتزله، شامل معتزله میشوند، هم شامل شیعیان میشوند. در برابر اونها اشعریون قرار دارن. اشعری ها میگویند ما باید ببینیم خدا چه میگوید و هر چه او بگوید همون خوب است. اگر او تکلیف به این طرف کند یا آن طرف کنه فرق نمیکنه، همون کار خوب میشود. خوبی رو تابع تکلیف الهی کردن، در حالی که عدلیه این رو قبول ندارن. ما شیعیان اون رو قبول نداریم، معتزله هم اون رو قبول ندارن. میگویند که نخیر، چنین نیست. تکالیف تابع خوبی ها و بدی های واقعی هستند. مصالح واقعی در کارها وجود داره. در علم اصول و علم فقه این اصطلاح معروفه، یه اشاره هم به این بکنم خوبن. میگوین احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند. معنای اون سخن همین است که اینجا گفتیم. یعنی ما عدلیه هستیم، جزو عدلیه هستیم. میگوییم که اگر کاری حکمی واجب میشود به خاطر مصلحتی است که در اوست، بی خودی که حکمی واجب نشده، چون مصلحت واقعی داره و چون یک امر خوب در او هست، چون یک ارزشی در او هست، اینجا خوب شده. و اگر یه چیزی ممنوع می شود چون مفسده داره، چون ضرر داره، چون به زیان بشر هست، لابد و لااقل به شکل اکثری به زیان بشر هست، بنابراین ممنوع شده. پس ما یک اشاره کردیم به چند بحث از مباحث اخلاق هنجاری. گفتیم یک بحث ارزش ها رو داریم، یک بحث الزامات رو داریم، یکم رابطه این دوتا.
البته بحث‌های دیگری هم در اخلاق هنجاری هست که انشاءالله بعداً اشاره میکنیم.